اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين جاءوا بالافك، یقینا کسانی که این تهمت بسته کردن، عصبة منکم، یک گروه از شما هستند. لا تحسبوه، شما او را ای مسلمانا گمان مکنین که شر لکم، این زشت است برای شما، بل هو خیر لکم، بلکه این به خیر شما هست. چرا در سختی ها انسان های خبیث و طیب فرق میشه؟ اولیاء الله، دوستای الله از دشمنای الله تفکیک میشه. لا تحسبوه، این شما گمان نکنین که شر است برای شما، بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم، برای هر فرد از اینا که هر سخنی را گفته، مکتسب من الاسم، آنچه هست که کسب کردن از گناه. چرا هر تهمت جزای خدا در روز آخرت داره. والذی، و آن کسی که تولا کبره، زمامدار تهمت بزرگ است، منهم از ایشان، که اصل تهمت او شروع کرده، ابی ابن سلول خبیث لعنت الله علیه، له عذاب عظیم، برازو الله متعال میگه عذاب بسیار بزرگ است. لولا اذ سمعتموه، چرا وقتی که شما شنیدین او را، ظن المؤمنون و المؤمنات، که گمان میکردن مردان مؤمن و زنان مؤمن به انفسهم خیرا، چرا بر نفسایتان گمان خیر نمیکردین؟ با اینکه تهمت کنن، با اینکه تبلیغ بکنن، با اینکه سر شما را اصطلاحات بردن، با اینکه شما را تروریست و اکستریمیست و وهابی و نامهای عجیب غریب و دیوانه و احمق و فلان و فلان فلان بر شما بدن. و قالوا هذا افک مبین، و گفتن که این یک بهتان بسیار، تهمت بسیار آشکار است. لولا جاءوا علیه باربعه شهداء، چرا این کسایی که تهمت میکردن 4 شاهد ناوردن؟ فاذ لم یأتوا بالشهداء، پس اگر وقتی که شاهد آوردن نتانستن، فاولئک عند الله هم الکاذبون، اینا خودشان پیش الله از جمله دروغگویا هستند. ولولا فضل الله علیکم، اگر نمی بود فضیلت الله و رحمت الله برای شما، فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، لمسکم فیما افضتم، لمسکم، هر آینه یا بر شما میرسید. چی میرسید؟ فیما افضتم فیه، در آن چیزی که شما مشغول شدین، عذاب عظیم بر شما میامد. چرا بعضی از مسلمان ها هم تحت تأثیر تبلیغات غلط رفته بود، گفت اگر فضل الله و رحمتش نمی بود، سر شما هم عاجل غضب الله نازل میشد و شما را هلاک میکرد. اذ تلقونه بالسنتکم، وقتی که شما ایره میگرفتید با زبانهایتان، و تقولون بافواهکم، و میگفتین با زبانهایتان، با دهانهایتان، ما لیس لکم به علم، شما علم نداشتین، فقط تحت تاثیر چی رفتین؟ تبلیغات. و تحسبونه هینا، شما فکر میکردین که هر گپه که میزنی بسیار ساده هست، سر مسلمان ها هر چی که میگی آسان است، و هو عند الله عظیم، پیش الله بسیار بزرگ است. وقتی که دشمنای اسلام یک مسلمان به یک چیز تهمت میکنه، باز تو هم میخیزی گپای از او را تکرار میکنی، الله متعال میگه این پیش الله بسیار بزرگ است. که تو یک انسان مسلمان چیز را میگی که به شخصیت از مسلمان شایسته نیست، این قاعده عام است. یک مسلمانی که ریش داشت، کافرها او را میگه افراطی هست، باز تو هم میخیزی میگه افراطی هست. مسلمانی که مجاهد است او را میگه این تروریست است، باز تو هم میخیزی عین گپ از او را تکرار میکنی. مسلمانی که به خاطر حاکمیت الله کار میکنه، نظام حکومت اسلامی و خلافت اسلامی باشه، دشمنای اسلام میگه فاندامنتالیست، بنیادگرا هست، تو هم این گپا را میگی. مسلمانی که عقیده توحید و قرآن و سنت و کتاب الله و سنت رسول الله را تدریس میکنه، او را دشمنای اسلام میخیزن میگن یا وهابیستن، تو هم این گپا میزنی. دشمنای اسلام سر مسلمان ها مسخرگی میکنن، سر چهرهش، سر لباسش، سر لباس خانمش، سر زندگیش، سر هر چیزش مسخرگی میکنن، باز تو مسلمان هم گپای از این را دوباره تکرار میکنی. الله متعال میگه آنچه که شما بر زبانتان بگین، و تحسبونه هینا، باز شما ایره چی میگن؟ والا این یک نظر است، یک گپ است، ساده است، یک نظر است. الله متعال میگه پیش شما بسیار ساده است، و هو عند الله عظیم، پیش الله بسیار بزرگ است.
و از هر سخن از او تو در روز قیامت محاسبه میشه. اون شخص میاره و پیش رویت استاد میکنه که خب امی به خاطر ریشش افراطی بود، به خاطر که قرآن هم میخواند توی رو مسخره میکردی، به خاطر که دین هم میگفت. عند الله عظیم، پیش الله بسیار بزرگ است و در دفتر اعمال تو باسو بسیار وزن خطرناک گرنگ داره که اعمال خوب تره ضعیف میسازن. احتیاط کنین در گپ زدن، خصوصا یک مسلمان حقیقی. ولولا اذ سمعتموه، چرا شما وقتی که امی سخنای تهمت میشنوین قلتم میگفتین ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، برای ما شایسته نیست، مناسب نیست که ما در این مسئله گپ بزنیم. سبحانک، میگفتین پاکیز بر الله، هذا بهتان عظیم، این تهمت بسیار بزرگ است. این قسم چرا نگفتین؟ باید این تو میگفتین که تهمت بزرگ است. ما پیغمبر خدا میشناسیم، ما خانم پیغمبر خدا میشناسیم، ما مادر مؤمنا را میشناسیم، ما شخصیت از را میشناسیم، ما میشناسیم که این شخصیت عالی هست. یعظکم الله ان تعودوا لمثله، الله متعال میگه که شما را الله وعظ میکنه، شما را الله نصیحت میکنه، شما را پند میده که ان تعودوا لمثله، که شما الله تعودوا لمثله، شما بر نگردید به مثل این قسم سخنها، این سخنهای بیدینی را تکرار نکنین ابدا، هیچ وقت گپای مشرکین و منافقین تکرار نکنین. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنان هستین. و یبین الله لكم الآیات، الله متعال بیان میکنه بر شما آیات خود را، قرآن نازل میکنه، احادیث. والله علیم حکیم، الله بسیار عالم است، از ذره ذره حالات بنده های خود با خبر است، از قلبشان با خبر است، از عفت و پاکی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با خبر است. حکیم، الله بسیار با حکمت هستند. الله متعال قاعده را بیان میکنه، می کسایی که میخواد قصه زنا را میکنه، قصه گناه را میکنه، مجالس رقص ایجاد میکنه. ان الذين، یقینا کسانی که یحبون، دوست دارن، ان تشیع الفاحشه فی الذين آمنوا، که همین فحشا و بی‌حیایی در بین مسلمانان زیاد شود. برنامه موسیقی جور میکنن، برنامه رقص جور میکنن، برنامه های رقاصگری و رقاصه خوب مدال میتن، رقاصه ها را تشویق میکنن، سازنده ها را تشویق میکنن، اختلاط تشویق میکنن، گناه را تشویق میکنن، فیلم های خراب و زنا و گناه را ایر زیاد ترویج میتن. الله متعال میگه اینی کسانی که دوست دارن که فحشا و بی‌حیایی و منکرات در بین الذین آمنوا، در بین مؤمنا زیاد شود، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. الله متعال میگه ما بر ازیا عذاب بسیار دردناک نصیب میکنیم، هم در دنیا هم در آخرت. تو عذاب در دنیا نصیبش بکنیم که تمام شب تا به صبح خونه داشته باشه، به هزاران مرض مبتلا باشه، که اچ آی وی است، که سرطان است، که اهل فلانی نفر شطور است، تو عذاب ها و درد ها، خانوادهش، فامیلش، کلش، و در آخرت هم. والله یعلم و انتم لا تعلمون، بشک الله میفهمه و شما نمیفهمین. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضیلت الله و رحمتش نمی بود، با چی؟ با این نزول آیت قرآن شما بسیار گمراه میشدین. بلکه الله رؤوف الرحیم است. رؤوف، رأفت، دور کردن زشتی ها، و رحمت، جذب کردن منفعت ها. الله رؤوف الرحیم است، با رحمت خود زشتی ها را از شما دور میکنه و خوبی ها را برای شما نزدیک میسازه. یا ایها الذین آمنوا، دیگه قاعده را الله نصیحت میکنه که ای مؤمنان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، متابعت از گام های شیطان نکنین، که شیطان یک روز شما را میگه خیر است این ساز پروا نداره، خیر است این رقصک پروا نداره، خیر است این موسیقیک پروا نداره، خیر است این تنبور پروا نداره، خیر است این. نمیگم متابعت از گام های شیطان نکنین در زشتی ها و گناه ها. و من یتبع، و هر کسی که متابعت میکند از خطوات شیطان، گام های شیطان. چی مانا گام های شیطان؟ شیطان یک دفعی سر تو حمله نمیکنه، اول میای مستحبات میگه خیر است یک کار مستحب است پروا نداره، باز که دیگر روزا میگه این خود سنت است، خیر است سنت ها رو چی میکنی، برام واجبا رو بگی، باز دیگر سنت ها است، باز میگه واجبات، این واجب است دیگه، واجب چی میکنی، فرض از پیشت نمونه، باز دیگر دفعه در فرض حمله میکنه، باز از فرض که خلاص شد باز عقیده حمله میکنه. این گام شیطان است. از صغایر شروع میکنه به کبایر،
وقتی کبایر خوب روی سیاه شد باز شروع میکنه سر عقیده. از این خاطر بسیاری کسا را سائل کنی که اول به گناه ها مبتلا هستن، قتل میکنن، جنایت میکنن، اختطاف میکنن، زمین از او را بگی، زمین از او را بگی، را بکش، او را بکش، این اختلاف کو، تعصب بکو، قوم پرستی بکو، فلانی بکو. دیگر از این نفر در گام سومی خود شیطان در چی مبتلاش میکنه؟ باز کافر جورش میکنه، باز بخی از الله و از رسول از قرآن و از یا منکر میشه. الله میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان، میگه هر کسی که مطابقت از گام های شیطان کرد، شیطان چی میگه؟ فانه یأمر بالفحشاء، اول شما را در فحشا داخل میکنه. فحشا چی است؟ لباس پروا نداره، بپوش لباس چرس خوب که چند روز لباس چسب پوشیدی، باز دیگر روز میگه که قولکای تلش کو، پروا نداره. باز که قولای تلش کردی باز میگه بخی یخنت هم باز کو تا به اینجا، باز مانی که کردی باز دیگه میگه او بابای چی پروا داره، او سپر تو پتلونم یک نیکر بسیت است. باز دیگر روز کم شد باز دیگه برهنگی و تو راست. این میگه شیطان چی میکنه؟ با فحشا و منکر و با ساز و با رقص و با بی‌حیایی تو را چی میکنه؟ دعوت میکنه. والمنکر و زشتیها. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله و رحمت الله سر شما نمی بود، ما زکا منکم من احد ابدا، پاک نمی ماند یکی از شما ابدا. شیطان کلتانه اول نجاست ظاهری رو داخل میکرد، باز نجاست معنوی رو داخل میکرد، باز نجاست شرک داخل میکرد، باز نجاست ارتداد. اینمی قسم از پیش شما یک انسان زناکار، شرابخور، قیلون باز، لدو باز، این باز بالاخره اصلا بعد از لدو که از باز قمار کلان، باز شراب، باز چرس، باز آیستا این خطوات شیطان است. تا بالاخره دیگر از باز نمازم ترک میکردی و عبادت هم ترک میکردی و بالاخره باز دیگر در کفر و شرک هم داخلت میکرد. الله متعال میگه اگه فضل الله رحمتش نبود یکی از شما را هم پاک نمیماند ابدا. ولکن الله متعال یزکی من یشاء، پاک میسازد هر کسی را که بخواید. وقتی که در قلب تو پاکی را دید، در قلب تو صداقت دید، در قلب تو راستی را دید، باز در قلب تو ایمان و توحید داخل میکنه، باز کل دنیا بخواه که تو را گمراه کنه، گمراه کردن نمیتونه. از این خاطر الله میگه باز چی میکنه؟ یزکی، پاک میکنه از گناه، از زنا، از شراب، از قیلون، از لدو، از شرک، از کفر، از ارتداد. میشا والله میگه او مردم چرا الله این کارا میکنه؟ به خاطر که الله میشنوه که تو در زبانت چی میگی، الله میشنوه که قلبت چی میگه، در قلبت چی برنامه داری. و الله عالم است بذات الصدور، علیم است با آنچه که قلب میکنه. ولا یأتل اول الفضل منکم والسعه، این موضوعی است که باز یک صحابی بود مستح ابن اثاثه میگفتنش. مستح یک وقت فقیر بود، ابوبکر صدیق بسیار غنی بود، با سرزی مصرف میکرد. این مستح صحابی صادق بود، دیندار بود، لکن بعضی اوقات همی دیندارا هم که هستن تحت تاثیر تبلیغات میره. از دان از یگان دفعه گپ خطا میخورد که والا اینی قصه اینطور شده یک دفعه راست نباشه. ابوبکر صدیق کدام کسی گفته بود که مستح هم این تو یگان کلمه میگه. ابوبکر صدیق گفت که پول مصرف از این من میدادم، یک فقیر عاجز آدم بود، چقدر کتش کمک کردم. قسم خورد دیگر روز گفت به خاطر اینمی سادگی ازی که تحت تاثیر تبلیغات منافقین میره، یک قران سر از من دیگه مصرف نمیکنم. الله متعال برای آیت قرآن نازل کرد که ولا یأتلی، و قسم یاد نکنن اولو الفضل. اولو الفضل که صاحبان فضل کی ابوبکر صدیق است. الله متعال ابوبکر صدیق صاحب فضیلت گفته. انسان‌های صاحب فضیلت منکم از شما، وسعت، و کسانی که صاحب چی هستن؟ یعنی وسعت اقتصادی دارن، اقتصاد خوب دارن. ان یؤتوا اول القربا، که اینا ان لا یؤتوا، که نتن برای قسم یاد نکنن که دیگه ما چیز کمک نمیکنیم برای اقارب خود، والمساکین برای مسکینا، والمهاجرین برای مهاجرین فی سبیل الله که در راه الله هجرت کردن. اینا چی کنن؟ ولیعفو ولیصفحوا، خیر است اگر اونا اشتباه کردن اینا عفو بکنن، ولیصفحوا، و صفحه یا گذشت بکنن. الا تحبون، میگه آیا شما دوست ندارین ان یغفر الله لکم،
که الله شما را مغفرت کنه؟ میگه ابوبکر صدیق صدا میکرد بله 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 ما میخوایم که الله ما را مغفرت کنه. زود ابوبکر صدیق گفت که نه نه ما پس برای این مستح کمک میکنم. والله غفور رحیم. الله غفور رحیم است. ان الذين ولی الله متعال به دفاع از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه ان الذين او کسانی که ای کسانی که یرمون همین منافقینه که به خاطر منافقت به خاطر بیدینی یرمون تهمت میکنن المحصنات بالای زنهای دخترای پاک دامن الغافلات یا بیخبر هستن المؤمنات محصنات پاک دامن غافلات بیخبر مؤمنات با ایمان کسایی که سری زنهای پاک دامنه که از حال خود بیخبر هستن و اینا با ایمان هستن و پاک دامن هستن کسایی که سر از یاد تهمت میکنن الله متعال گفت که لعنوا فی الدنیا والآخره سر از یاد لعنت الله شد در دنیا و آخرت. لعنت چی است؟ الطرد من رحمت الله. اینا از رحمت الله چی شدن؟ هم در دنیا هم از آخرت. الله اینا را لعنت کرد در دنیا و آخرت. ولهم عذاب عظیم. بر از اینا عذاب دردناک است. هر کسی که سر زنا و دخترای بی خبر با ایمان پاک دامن تهمت میکنه این قاعده سر کلش تطبیق میشه تا روز قیامت. تا روز قیامت الله متعال سرشان لعنت میکنه. یوم در روز قیامت تشهد و گواهی میدهد علیهم بالایشان السنتهم زبانهایشان و ایدیهم و دستایشان و ارجلهم و پایایشان بما کانوا یعملون با آنچه که عمل کردن. یومئذ در روز قیامت یوفیهم الله کامل پورا میدهد وفا میکند به شکل کامل. چی نه؟ الله دینهم عوضی آنچه که کردن الحق با انصاف. هر چیزی که گفتن الله در مقابلش برش اونمو چیزی که سزاوار است برش میته. و یعلمون و میفهمن که ان الله هو الحق المبین که الله متعال بر حق است و المبین و بسیار واضح کننده حق است. الله متعال میگه که او مردم فکرتان باشه اگر شما سر همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتباه میکنین اشتباه را نکنین. این همسر شخص عادی نیست. این همسر رسول الله هست. طیبه هست. الخبیثات للخبیثین. زنان بدکاره نصیب مردهای بدکاره میشن. والخبیثون و مردهای بدکاره و ناپاک نصیب للخبیثات زنان ناپاک و بدکاره میشن. و الطیبات للطیبین است. زنان پاک مستحق مردان پاک میشن. پس بی عایشه پاک است و رسول الله صلی الله علیه و سلم پاک است. پس این زن پاک نصیب چی شده؟ مرد پاک شده. و الطیبون و مردهای پاک که در جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم است نصیب کی میشه؟ للطیبات بر زنهای پاک میشه. ازواج مطهرات زنهای پاک عفیف و با ایمان هستند. اولئک این مردم مبرؤون بری هستند مما یقولون از آنچه که اونا میگویند. لهم برای از اینا مغفرت است و رزق کریم و رزق بسیار با عزت است. پس الله متعال بر از اینا گفت که کسانی که تهمت کردن سر بی عایشه سر از اینا اگر بر اشتباه کردن متاثر به تبلیغات شده بودن اونا توبه کردن فهمیدن حق توبه کردن و رجوع کردن از سخنایی که از آنشان برآمده بود. و کسایی که منافق بودن اونا تا روز قیامت مورد لعنت الله هستند. چرا؟ الله متعال حقوق یک زن مسلمان با چندین آیت قرآن اینجا که شما حساب کنین 10 الی 14 آیت است که تنها از کی دفاع میکنه؟ از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها و خاطر که یک ولیه از اولیاء الله بود. السلام علیکم و رحمت الله.